سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی و درجه یک و پر انرژی باشید. توی این جلسه قراره دیگه بریم سراغ ابزارالات فتوشاپ و آچار فرانسه و دیگه آچارا رو بیاریم وسط کار، ببینیم چی میتونیم باهاش استفاده کنیم. توی جلسه قبلی درباره موو تولز یکم یاد گرفتیم که چجوری ازش استفاده کنیم و توی این جلسه نوبت میرسه به اینکه بیام از سلکشن تولز استفاده کنیم. یه دونه ابزار نیست، چندین تا ابزاره و من سعی میکنم دونه دونش رو خدمتتون توضیح بدم و کامل و جامع اونا رو دیگه درک کنید، چون که تقریبا میشه بگید که مهمترین ابزارهایی که وجود داره توی قسمت حالا کار با سوژه و این چیزا سلکشن تولزه. سعی کنید که به خوبی یادشون بگیرید. اگر جایی متوجه نشدید که بعید میدونم هم چه اتفاقی بیفته، باز ببینید و بریم که توی فتوشاپ بررسیش کنیم. بریم. خب اومدیم توی نرم افزار فتوشاپ و الان قراره که کلی کار خفن با هم انجام بدیم. بیاید تا بررسی کنیم که اصلا ابزارهای سلکشن به چه صورت. زیر ابزار موو تولز رو که نگاه کنید، اول اینکه نسبت به ابزارهای توضیح که بخوام بدم، گوشه ابزارها رو نگاه کنید. بعضیشون یه سری مثلث کوچیک کنارش داره. اینا برای اینه که اگه روشون کلیک راست بکنید یه سری ابزارهای دیگه داره به عنوان زیر مجموعه این ابزار که داخل این قرار گرفتن. یعنی مثلا این خودش 3 تا حالته، این به این صورت 3 تا حالت و خود مثلا ابزار موو تولز یه حالت آرتبوت داره که الان فعلا موقعش نیست که در موردش صحبت کنیم، ولی خب فعلا از توی ابزارها فقط موو رو بلد شدید. روی ابزار که نگه دارید یه توضیح مختصری راجع به نحوه کار ابزار میده که اگه روی این کلیک کنید میتونه براتون یه چیزی رو نمایش بده. حالا اگه به اینترنت متصل باشه با یه دونه VPN خیلی خوب. خب شروع میکنیم در مورد ابزارهای سلکت صحبت کنیم. اصلا سلکت به معنای چیه؟ سلکت به معنای انتخابه. خب انتخاب چی؟ ابزارهای سلکشن فتوشاپ برای این به کار میرن که ما بخوایم یه چیزی رو در واقع در حالت انتخاب قرار بدیم. برای مثال من میام وارد منوی فایل میشم، از قسمت نیو یه دونه نیو داکیومنت با حالا هر ابعادی که دوست داشتید میسازیم و میام اینجا. ببینید ما این صفحه‌ای که داریم، اگر دقت کنید من اگر براش رو بردارم، فعلا از براش فقط همین که باهاش یه نقاشی بکشیم دیگه بلدیم و اینجا 2 تا رنگ وجود داره برای براش. یه رنگ فورگراند کالر وجود داره، این رو ببینید میشه ست فورگراند کالر، و یه رنگ پایینی وجود داره که بهش میگیم ست بکگراند کالر که حالا این 2 تا بعداً توی قسمت ماسک‌ها خیلی استفاده میشه. فعلا همین رو داشته باشید، نیاز نیست راجبش بیشتر بدونید. فقط اینو بدونید که وقتی بخوایم با براش کار کنیم روی این کلیک می‌کنیم، رنگی که می‌خوایم رو انتخاب می‌کنیم. شما در نظر بگیرید که من میام با یه رنگی مثل آبی میام اینجا یه دونه در واقع خط میکشم به این شکل. خب زمانی که این خط رو من بکشم، خب میبینید هر جا دوست داشتم از این سند میتونم این خط رو بکشم و برای من رسم میشه. ولی زمانی که توی فتوشاپ یک محدوده‌ای در حالت سلکت باشه، مثلا با استفاده از ابزار سلکشن، همون اولین ابزار سلکشن رکتنگل هست. رکتنگل یعنی مربع، چهارضلعی. حالا مربع به اون معنا نه، چهارضلعی بیشتر معنی. خب زمانی که توی فتوشاپ یه جا رو در حالت سلکت قرار میدید، به این منظوره که آقای فتوشاپ، خانم فتوشاپ، شما هر کاری که من میخوام انجام بدم فقط باید توی این محدوده سلکت باشه. اگر جای دیگه کاری خواستم انجام بدم تو نذار. حله. خب وقتی اینو با فتوشاپ میگیم، فتوشاپ دیگه وقتی که من میخوام براش بزنم این اطراف محدوده سلکتم نمیذاره، فقط زمانی میتونم براش بزنم که ببینید میاد داخل این محدوده سلکت. کلا سلکت برای چیه؟ برای اینه که یه محدوده در حالت انتخاب قرار بگیره و زمانی که یه محدوده در حالت انتخاب باشه ما فقط توی اون محدوده میتونیم کار رو انجام بدیم. حله. این مشکلی که براتون نداره. پس ما اینجا میتونیم محدوده سلکتی رو مشخص کنیم، مثلا به صورت کاملا در واقع یک دست مثلا رنگش کنیم که این ابعاد مربعی حفظ بشه. خب اینجا میخوام با یه دونه شورتکات فوق العاده کاربردی آشناتون کنم. قسمتی داریم برای سلکت. این سلکت رو که انجام دادیم یه چیزی داریم تحت عنوان چی؟ دی سلکت. دی سلکت چیه؟ دی سلکت یعنی که از حالت سلکت اون قسمت من که سلکت شده رو از حالت سلکت خارج کن. برای اینکه این کارو بکنید کلیدهای کنترل
دی رو که بزنید، ببینید کنترل و دی رو که بزنید به این شکل سلکت از بین میره و میبینید که الان اون مربع برام رد شد. و کنترل زد میزنم محدوده سلکتم برگرده. سلکت کردن مقوله خیلی مهمی، انقدر مهم هست که یه دونه منو به اسم سلکت برای ما اینجا وجود داره که در واقع امکانات خیلی زیادی رو برای من میده. همونجور که میبینید اینجا یه گزینه به عنوان دی سلکت وجود داره، همون کنترل دی که خدمتتون گفتم. با کلیک روی کنترل دی میتونم محدودم رو دی سلکت کنم. حالا بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم و بیاید تا یه سری چیز رو بررسی کنم. مثلا آقا چی؟ به توی این سند، توی یکی عکسی که دارم، زمانی که من میخوام روی این عکس هم کار بکنم، خب مثلا حالت مربعی داره، من میخوام مثلا فقط روی این لبه کناریش یه سری کار رو انجام بدم. میتونم ابزار رکتانگل رو بردارم، روی این گوشه تنظیم کنم و با کشیدن و درگ کردن این محدوده گوشه این مثلا صندوقم رو به این شکل سلکت کنم و با این کار دیگه حالا هر کاری که انجام بدم روی این محدوده انجام خواهد شد. خب حالا بیاید راجبه حالا این مثلا سلکت رو براتون گفتم، مثلا میخوام این یه تیکه از چوب رو ببرم، مثلا با سلکت این کار رو انجام بدم. اصلا نیاز نیست که راجبه کارهایی که با سلکت لازم انجام بدیم بدونید، فقط کار با ابزارش رو فعلا یاد بگیرید، جلوتر کلی پروژه با هم قراره بزنیم. میام اینجا من این رو یه لایه جدید درست میکنم و این لایه رو دیلیت میکنم. ببینید الان دیلیت رو هم که حتی زدم فقط اون محدوده‌ای که در حالت سلکت بود دیلیت میشه. خب من کنترل زد میزنم که این آبی از بین بره، کنترل دی و روی همین سند یه کاری انجام میدم. این محدوده سلکت رو ببینید، زمانی که من میخوام یه جا رو سلکت کنم، همون جایی که کلیک میکنم میشه گوشه سلکت. ببینید من از گوشه دارم سلکت میکنم، ببینید از گوشه این، از اینجا در واقع داره محدوده سلکت من شروع میشه، از اینجا که اگه ببینید این گوشه. حالا اگر من بخوام یه کاری بکنم که در واقع زمانی که کلیک میکنم این جایی که کلیک میکنم بیفته مرکز سلکشنم، باید چیکار بکنم؟ برای این کار زمانی که شما کلیک و درگ رو میکنید، مثلا الان کلیک و درگ کردم، خب بذارید اول یه دونه با استفاده از براش یه دونه نقطه تنظیم کنیم که بفهمیم داریم روی چی کار میکنیم. این نقطه رو ببینید، من اگر روی این وسط کلیک کنم و بکشم میبینید این نقطه میفته گوشه، ولی من میخوام اون نقطه بیفته وسط سلکشنم. برای این کار کلید آلت رو که بگیرید، ببینید الان درگ رو ول نکردم، هنوز موسم گرفته است. زمانی که کلید آلت رو بگیرم اون نقطه شروع کارم میفته مرکز محدوده سلکت من و نسبت به اون تکونش میتونم بدم و هنوز کلید آلت رو رها نکردم. همینجور که میبینید میتونم این کار رو انجام بدم. آلت رو به محضی که رها کنم دوباره به حالت اول برمیگرده و میفته گوشه کارم. این چیزی بود که اولین چیز لازم بود بدونید. دوم این که زمانی که من اینو میکشم میتونم ابعادش رو به این شکل تغییر بدم. اگر من بخوام یه دونه مربع دقیق بکشم که نسبت طول و عرضش با هم یکی باشه، چه کاری باید انجام بدم؟ کافیه که کلید شیفت رو نگه دارید. کلید شیفت باعث میشه که نسبت اضلاع حفظ بشه. خب آقا من میخوام یه کاری بکنم، میخوام هم این نقطه شروع هم بیفته وسط کارم و همین که نسبت ابعاد حفظ بشه. خب کاری نداره که اول آلت رو نگه دار که این بیفته وسط کارت، بعد شیفت رو نگه دار، حالا نسبت ابعادش رو هم میتونی حفظ کنی. پس دو تا کلید با هم دو تا قسمت خیلی مهم رو یاد گرفتیم، یکی آلت یکی شیفت. شیفت برای نسبت ابعاد و آلت برای اینکه نسبت به مرکز بزرگ و کوچیک بشیم. حالا من زمانی که این کار رو انجام دادم، مثلا اینجا رو سلکت کردم، ببینید میخوام که این یکی گوشه بیافته اینجا. چه کار میتونم انجام بدم در حالتی که هنوز سلکت رو ول نکنم؟ ببین ما نمیخوام سلکت رو ول کنم. اگر کلید زمانی که محدوده سلکت رو انتخاب کردید، ببینید مثلا من اینجا انتخاب کردم، کلیک رو هنوز رها نکردم. زمانی که کلیک رو هنوز رها نکردید میتونید با نگه داشتن کلید اسپیس. کلید اسپیس چیه؟ اون کلید پهن بزرگه پایینی کیبوردتون. با نگه داشتن اون محدوده سلکتتون رو هر جایی که دوست داشتید جابجا بکنید. به این شکل حله. به این شکل میتونم هر جایی که دوست داشتم محدوده سلکتم رو جابجا بکنم. پس کلید اسپیس برای جابجایی محدوده سلکت. فقط اینا رو هوا کلیک رو رها نکردید جواب میده ها. باید حتما حواستون باشه که کلیک رو رها نکرده باشید.
خب حالا من میخوام یه کاری بکنم. چه کاری میخوام انجام بدی؟ میخوام هم بیفته وسط، خب آلت نگه دار، هم میخوام نسبت اضلاع حفظ بشه، خب شیفت نگه دار، هم میخوام تکونش بدم، خب حالا اسپیس رو هم نگه دار. الان من هم آلت رو نگه داشتم، هم شیفت رو نگه داشتم و هم اسپیس رو نگه داشتم و هم کلیک ماوسم رو. ببینید و میتونم با یه همچین محدوده سلکت داشته باشم که هم نسبت ابعادش حفظ شده باشه به واسطه نگه داشتن کلید شیفت، هم بتونم در واقع نسبت به مرکز کوچیک و بزرگش کنم به واسطه کلید آلت و همین که بتونم اونو به این شکل در واقع جابجاش کنم به این شکل. حله این چیزایی بود که درباره جابجا کردن محدوده سلکت تو ما می‌دونستیم. حالا این راجع به تمامش صادقه، راجع به تمام قسمت‌های سلکت صادق، چون الان ما مربع رو یاد گرفتیم و حالا قسمت‌های دیگه‌ای هم داره. برای اینکه یاد بگیرید ببینید زمانی که یه محدوده رو سلکت می‌کنید، خب میتونید با زدن کلیدهای Alt و بک اسپیس، بک اسپیس همون هست که مثلا یه جایی یه چیزی تایپ می‌کنید باهاش پاک می‌کنید، بک اسپیس بهش میگن. اگه کلید Alt رو نگه دارید و بک اسپیس رو بزنید، رنگ فورگراند کالرتون رو داخل محدوده سلکتتون فیل میکنه، یعنی پرش میکنه. اون محدوده سلکتتون رو با رنگ فورگراندتون پر میکنه. با چه کلیدی؟ Alt و بک اسپیس. حالا اگر کنترل و بک اسپیس بزنید، رنگ بکگراند کالرتون رو میزنه. حالا مثلا من یه رنگ بکگراند هم بهش میدم. حالا اگر رنگ بکگراند رو بخوام بریزم تو منطقه سلکتم، با استفاده از نگه داشتن کلید کنترل و بک اسپیس، کنترل بک اسپیس رنگ بکگراند رو میریزه داخل محدوده سلکتتون. حله. خب حالا مربع رو یاد گرفتم. یه دونه چیز دیگه این داریم. اگر روی قسمت ابزار سلکشن اولتون کلیک کنید، روی قسمت الیپتیکال، الیپتیکال کلیک کنید، این دایره میکشه. حالا تمام اون چیزایی که نسبت به مربع گفتم اینجا هم صادق. یعنی زمانی که من یه دونه دایره میکشم، الان میتونم بیزیش کنم یا به این شکلش کنم. اگه شیفت رو نگه دارم به صورت دایره میشه، اگه آلت رو نگه دارم نسبت به مرکز میشه، اگر اسپیس رو نگه دارم بخشید اگر اسپیس رو نگه دارم میتونم رو جابجا بکنم. خب حالا من اینو میذارمش اینجا و با زدن کلیدهای Alt بک اسپیس رنگ فورگراند کالرم رو داخل محدوده دایرم پر میکنم. حالا یه توضیح مختصری راجع به ابزارهای سلکت این وسط بدم. ببینید بعد از ابزار موو تولز 3 تا ابزار پایین داریم. این 3 تا ابزار این 3 تا قسمت، این 3 تا نوار مربوط به سلکشن هستن، هم این و همین، که حالا هر کدوم زیر مجموعه هایی هم دارن همراه خودشون. حالا دونه دونه اونا رو بررسی میکنم. اگر یک کدومشون هم مثلا تغییری داشت فرق نداره، روش کلیک راست بکنید اون حالت خودتون رو میتونید ببینید پیداش کنید. حالا پس با 2 تا آشنا شدیم، 2 تا از قسمت های سلکت. مثلا بیاید توی کار واقعی استفادهش کنیم. مثلا این جعبه خب مربعه، میخوام استفاده کنم، میتونم از رکتانگل استفاده کنم. اینجوری مثلا سلکتش کنم و حالا هر کاری که دوست داشتم باهاش انجام بدم. یا مثلا این یکی ماهه، میخوام این رو سلکت کنم. به چه شکل سلکتش رو کنم؟ میتونم از این گوشه بگیرم بکشم. خب ببینید اگه از گوشه بگیرید بکشید نمیتونید اون ابعادی که لازمه رو تنظیم کنید. بهترین کار چیه؟ موستون رو بذارید روی وسط ماه حدوداً تقریبا که درگ کنید. حالا میخوام که نسبت ابعاد حفظ بشه، شیفت رو نگه میدارم که دایره بشه، حالا آلت رو نگه میدارم که نسبت به مرکز بشه. حالا یکم بزرگش میکنم و با استفاده از اسپیس نگه داشتن در واقع ببخشید اینو که آلت و شیفت رو نگه میدارم حالا بک اسپیس رو که نگه دارم میتونم جابجاش بکنم. حالا بزرگش میکنم به این شکل و اندازه‌ای که میخوام رو مثلا منتقلش میکنم اونجایی که دوست دارم، اینجا. خب مثلا الان محدوده ما هم رو تونستم سلکت کنم. نکته دیگه که الان میتونم بهتون بگم اینه که زمانی که یه جا رو سلکت کردید، اگر کلیدهای کنترل جی رو بزنید، اون محدوده سلکتتون رو به عنوان یه دونه لایه دیگه تبدیل میکنه. ببین الان اینو خاموش کنم، اون محدوده که سلکت کردم رو تبدیل کرد به یه دونه لایه جدید. کنترل جی زمانی که جا رو سلکت کرده باشه. برای مثال روی امتحان کنیم. خب من اینجا رو مثلا این گوشه این ساید این در واقع من اول تبدیلش کنم به رکتانگل.
این ساید مثلا مربع رو سلکت میکنم با زدن کلید کنترل جی و این لبش رو میتونم در واقع ازش یه دونه لایه جدید داشته باشم. حالا بیام توی این قسمت توی همین صفحه اصلیمون و روی دوتا ابزار دیگه هم کار میکنیم. اولش نوشته سینگل رو. این واقعا من از این دوتا ابزار سینگل رو و سینگل کالم تا حالا استفاده نکردم. این برای چیه؟ میگه یک ردیف پیکسلی از به صورت یه ردیف پیکسل رو برات سلکت میکنه. این زمان که کلیک کنم یه ردیف پیکسل رو برای من سلکت میکنه که اگه آلت بک اسپیس بزنم که بهتر ببینید، یه دونه خط، یه دونه پیکسل ببینید و هر چقدر زوم کنم یه دونه ردیف پیکسل فقط. حالا همین رو به صورت ستونی اگه بخوایم رسم کنیم، ابزار بعدی میاد به کارمون. اینجوری و واقعا من تا حالا نشده ازشون استفاده بکنم. حالا از اینا که بگذریم، میام سراغ کار کردن با محدوده سلکت خودم. ببینید توی همین صفحه من اگه روی این گزینه کلیک کنم، ببینید اون گوشه اینو ببینید اینجا بالا، روی این کلیک کنم رنگ فورگراند و بک‌گراندم رو به سفید و سیاه تغییر میده. مثلا من اینو کنترل دی بزنم که از بین بره، یه دونه روی این که کلیک کنم سیاه سفیدش میکنه و با زدن این کلید فلش گرده این رنگا فورگراند و بک‌گراند سویچ میشن که کلید میان برش هم زدن کلید X هستش. با X میتونید این دوتا رنگ رو سویچ کنید. حالا کاری به این ندارم. من فورگراند رو میارم روی بالا سفیدش میکنم و آلت بک اسپیس رو میزنم. آلت بک اسپیس رو که میزنم چون هیچ جا رو سلکت نکردم کل این لایه رو پر میکنه و سفیدش میکنم. حالا زمانی که من میام و با استفاده از ابزار رکتانگل یه جا رو سلکت میکنم، میتونم به محدوده سلکتم فدر بدم. ببینید الان زمانی که من بیام و توی این قسمت یه دونه رنگ داشته باشم و آلت بک اسپیس رو بزنم، کنترل دی رو میزنم تا لبه های کار رو ببینید. لبه های کار رو همونجور که میبینید یه پیکسل و یه ردیف پیکسل رو کامل پوشونده، یعنی هیچ محوی این وسط نیست، تیزه حله. حالا اگه بخوام این به صورت یکم حالت محوی داشته باشه، میتونم اینجا فدر رو بیشتر کنم. فدر حالت پرمانند محدوده سلکتتون رو بیشتر میکنه. میتونید بیشترش کنید، مثلا بذاریدش روی 4 پیکسل به نظرم کافیه. و زمانی که الان محدوده سلکتتون رو مشخص کنید، سلکت رو که ول میکنم، میتونم الان آلت بک اسپیس بزنم، کنترل دی میزنم و میبینید که لبه های کار به خوبی الان تفاوتشون مشخصه. این تیزه و این لبه های کار رو برای من محو میکنه. حله. حالا هر چقدر بیشتر باشه، مثلا این بیشترش کنم، این در واقع محویه بیشتر خواهد بود. اگه دقت کنید و لبه های کار گرد میشه، ببینید این لبه های کار رو گرد میشه چون که در واقع از حالت اون سلکته به صورت دیگه یه حالت نرم پیدا میکنه، اون لبه ها رو هم تیز میکنه براتون. کنترل دی میزنم و زوم که میکنم، ببینید این به صورت محویه و این به صورت کاملا تیز. خب بس با فدر آشنا شدید. این چیزایی که میگم برای تمام حالت های سلکت کردن یکسان. خب حالا زمانی که در واقع من به این حالت باشم، یعنی خیلی از اون سندم دور باشم، میتونم با زدن کلید کنترل 0 به حالت تمام صفحه تبدیل کنم سندم رو. اینم از این. حالا میام توی قسمت سلکت. ببینید زمانی که من حالا فدر رو دوباره صفرش کنم، زمانی که من یه محدوده رو سلکت میکنم، من کنترل بک اسپیس میزنم که رنگ بک‌گراندم بریزه توی کل لایم و سفید بشه، دوباره کار کنیم. حالا میام اینجا یه جا رو سلکت میکنم و میخوام از محدوده سلکتم یه کمی کم کنم. اگر خواستید یه جا رو مثلا اینجا رو سلکت کردم، میخوام این یه تیکش رو ازش کم کنم، این یه تیکه رو چیکار باید بکنم؟ اگر بیاید و کلید آلت رو نگه دارید، کنار علامت سلکتتون یه علامت منفی میاد، یعنی برای کم کردن. و حالا با نگه داشتن کلید آلت رهاش نکنید، کلیک و درگ کنید و اون محدوده‌ای که میخواید مثلا کم کنید از محدوده سلکتتون رو اینجا انتخاب کنید و اینو از محدوده سلکت کم. حالا میخوام به محدوده سلکتم
یه کمی اضافه کنم. اگه اینجا کلیک کنم ببینید که از محدوده سلکتم کلا سلکتم از بین میره. پس کنترل زد میزنم که به حالت اول برگرده سلکشنم و میخوام یه تیکه رو بهش اضافه کنم. کلید شیفت رو که نگه دارید ببینید ما کل کارمون با شیفت و آلت و کنترله. خب حالا شیفت رو که نگه دارید میتونید به این محدوده سلکتتون یه قسمتی رو اضافه بکنید. ببینید الان اینو به این سلکت هم اضافه کردم و حتی میتونید مثلا اینا رو به هم دیگه وصل کنید. ببینید به محدوده سلکت میتونم اضافه کنم یا از اون کم کنم. با آلت میتونم ازش کم کنم. مثلا این یه تیکه رو ازش کم میکنم به این شکل یا مثلا اینجا. خب پس با شیفت و آلت رو هم آشنا شدید. حالا دقت کنید همونو که الان بهتون گفتم اینجا هم داریم. اینجا اد تو سلکشن داریم. این بالا رو نگاه کنید. یه خود این سلکشن معمولیه. اگر روی این گزینه کلیک کنید این علامت مثبت دیگه همیشه کنار ماوستون هست و هر جا کلیک کنید ببینید دیگه به محدوده سلکتتون اضافه میشه. ببینید به راحتی چون که روی حالت در واقع ثبت میشه. ببینید روی به اضافه است. اگه بخوام کمش کنم روی این کلیک میکنم این سابترکت کمش میکنم. ببینید دیگه هر جا بخوام اینجوری میتونم از محدوده سلکتم خارج کنم. حتی اینجاها رو مثلا از بین ببرم از محدوده سلکت. حله. حالا این چیه آقا؟ اینو ببینید زمانی که روی این کلیک میکنید میتونید اشتراک بگیرید. میگم که من یه محدوده الان این محدوده سلکت رو در نظر بگیرید. من میگم که یه محدوده سلکت دیگه بهت میدم اینو مثلا این محدوده سلکت رو بهش میدم میگم نقاطی که این دوتا محدوده سلکت با هم دیگه مشترکن و فقط نگه دار. خب کجاها مشترکن مشخص کنید اول برای خودتون. یه محدوده سلکت قبلی داشتم که الان که اینه که کشیدم کجاهاش با هم مشترکه ولش که کنم اون مشترکا باقی میمونه. پس اینم برای حالت اشتراکش. خب از این حالت اولش با کلید شیفت میتونستیم این کار رو انجام بدیم. حالت دومش رو با آلت میتونستیم انجام بدیم چون که ما از اون دکمه های بالا زیاد استفاده نخواهیم که با کلیدهای شیفت و آلت باید سرعت کارمون انقدر بالا باشه که اصلا از این استفاده نکنیم. خواستیم اضافه کنیم سری شیفت رو میگیریم یه جا اضافه میکنیم روی حالت نگهش میدم. روی حالت که باشه همیشه الان کلیک کنم سلکتم از بین میره ولی زمانی که روی این حالت باشه شیفت رو نگه میدارم تبدیل میشه به اضافه کردن به سلکت. آلت رو نگه میدارم کم میکنه. خب حالا بعید میدونم جایی نیاز باشه که اشتراک سلکشن بگیرید ولی اگر نیاز بود اینجا میتونید استفاده کنید. خب فدر رو هم یاد گرفتیم. اینجا استایل های مربوط به سلکت هست که حالا فعلا نیاز توضیح بدم و سلکت هم هست که خودش جلسه مجزای خودش رو خواهد داشت. حالا بریم تو این قسمت. مثلا این رو اجرا میکنم. من اومدم این محدوده سلکتم رو در واقع مشخص کردم. همونجور که میبینید یه سری قسمت ها رو از کار زدم بیرون. میتونم با نگه داشتن کلید آلت از این محدوده سلکت هم کم کنم. میبینید اینجوری. و چون که خب حالا هنوز سلکت های دیگر رو یادتون ندادم ولی فعلا همینایی که یاد گرفتید با استفاده از همینا میتونیم از این کارهای سلکت کردن انجام بدیم. خب دیگه چی با یادتون بدم؟ با اینو یاد بگیرید که مثلا فدر به چه درد میخوره. ببینید مثلا الان میخوام اینو انتخاب کنم این ماهو میام اینجا کلیک میکنم آلت رو نگه میدم نسبت به مرکز باشه. شیفت رو هم میگیرم که ابعادش حفظ بشه بزرگش میکنم. اسپیس رو در واقع این آلت هم یکم از ما گیر میکنم. آلت رو میگیرم نسبت به مرکز. شیفت رو هم میگیرم و حالا کوچیک و بزرگش میکنم. اسپیس رو که نگه دارم میتونم جابجاش بکنم. مثلا میذارمش اینجا یکم کوچیک‌ترش میکنم. من میذارمش لبه کار یه کمی بازم کوچیک‌تر که اینجا بگیره. حله. حالا اینو سلکتش کردم. حالا ببینید قبل از اینکه سلکت رو انجام بدید باید فدرش رو زیاد کنید. حالا فدرش رو زیاد میکنم و حالا از در واقع روی این کلیک میکنم کنترل جی که بزنم ببینید لبه ها هنوز تیزه چون که قبل از اینکه هنوز سلکت رو انجام بدید باید محدوده سلکت رو مشخص کنید. حالا چه جوری دوباره بیام از اول سلکت کنم؟ خب نه. الان کنترل جی که زدم کلید کنترل رو که نگه دارم و روی تامنیل مربوط به این سلکت قبلیم کلیک کنم خودش سلکت رو انجام میده و دوباره میتونم کنترل جی بزنم و مثلا این لبه های کار رو ببینم که تیزه هنوز. چرا؟ چون که قبلی هنوز حالت تیز بودن لبه ها رو داشت. حالا کاری نداره. لایه ها رو کلا پاک میکنم به جز همین لایه اصلی و حالا که فدر رو تنظیم کردم دوباره این کار رو انجام میدم. خب اینو میذارمش مثلا یکم کوچیک‌ترش میکنم
و اینجا قرارش میدم. حالا الان اگه کپی بگیرم کنترل جی بزنم لبه های کار رو برای من محو کنه. مثلا اینجا خیلی کاربرد داره که لبه های این ماه قشنگمون رو محو کنه که بتونیم ازش استفاده کنیم. برای این جلسه به نظرم کافیه. قسمت اول از آموزش سلکشن بود، توی این رو یاد گرفتیم که چجوری ازشون استفاده بکنیم و توی قسمت های بعدی با ابزارهای دیگه سلکشن آشنا میشیم. این قسمت های اضافه کردن به محدوده سلکت و کم کردن از اون قبلا هم وجود برای تمام ابزارالات سلکشن که از اینجا به بعد هم یاد میگیریم وجود خواهد داشت، به خاطر همین دیگه نیاز نیست بعدم بگمش، فقط ازشون استفاده میکنیم. و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت پر انرژی برام بذارید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. شب و روزتون بخیر تا آموزش بعدی. خدایا رو نگهدار شما.